مدیر محترم قوه مجریه و البته حضور دیگر مقامات که تا چند لحظه دیگه گوینده حاضر در تالار معرفی خواهند کرد که نماینده و دکتر سید ابراهیم رئیسی و همراهان شهید ایشان وارد می شوند. آقای تمیم بن حمد بن خلیفه آل ثانی امیر کشور قطر در حال ادای احترام به پیکر مطهر شهید دکتر ابراهیم رئیسی رئیس جمهور فقید و عزیز کشور ما هستند. کشور قطر در عالی ترین سطح برای ادای احترام به ملت ایران و رئیس جمهور شهید ما وارد پایتختمون شدند و آنچه که در تصویر ملاحظه می‌فرمایید عرض تسلیت مقامات کشور قطر و مشخصاً امیر کشور قطر به آقای دکتر مخبر مدیر محترم قوه مجریه هست. سطح روابط جمهوری اسلامی ایران با کشورهای همسایه در دولت 13 به طور قابل ملاحظه‌ای ارتقا پیدا کرد، چرا که تأکید رئیس جمهور شهید ما در این دولت در حوزه سیاست خارجی گسترش روابط با همسایگان بود و امروز ما در این مراسم هم میتونیم این سطح از گسترش روابط رو شاهد باشیم. اطمینان خاطر کشورهای مختلف جهان از ادامه سیاست‌های باثبات و پایدار جمهوری اسلامی ایران مطلب مهمی بود که در گفتگوهای امروز مقامات کشورمون خاص رهبر معظم انقلاب با دیگر مقامات کشورهای خارجی مورد تأکید قرار گرفت. به همین جهت هست که شما در